سلام رفقا، علی هستم از دنیای مانهوا. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با همین با قسمت های 15، 16 و 17 رگناروک ساب کنیم تا هماگم نکنیم. توی قسمت های قبل دیدیم سوهو با بروکی درگیر میشه، اما حریف بروکی نمیشد. نیشراکان خودشا فدا میکنه و از بین میره، اما در این حین انرژی و مانای خودشا به طول گرگ که یکی از فرزندان نیشراکان بوده منتقل میکنه. طول گرگ با سوهو یه اتحادی تشکیل میدن و سوهو میتونه جلوی بروکی وایسه و اونو از بین ببره. بعدم با هم به سیاهچاله سایه ها رفتن و اونجا برو ذهن بروکی ها خوند و تونست بفهمه که از طریق انجمن فرشتگان مرگ میتونن یه سری اطلاعات راجع به ایسارین به دست بیارن. و بعدم متوجه شدیم که تشکیل انجمن کفتار توسط همین انجمن فرشتگان مرگ ایجاد شده و حالا با هم به ادامه ماجرا میپردازیم. همونجوری که در قسمت‌های قبل دیدیم، خاکستری یا گری از هیولاها تغذیه میکرد. برای همین اون میتونست توی سیاهچاله سایه کلی تغذیه کنه و از اون طرف اونجا رو برای سوهو پاک سازی کنه. سوهو هم کلی کیف کرده که خاکستری مشغوله و حسابی داره میخوره و بهش میگه هیچی از قلم ننداز، همه جا را خوب با سنج جارو بکش. یه نکته جالب این بود که وقتی که خاکستری داشته اون هیولاها و غولا را میخورده، هر چیزی و اطلاعات یا جادویی که از اونا به دست میاره به سوهو منتقل میشه. رفقا به خاطر همون اتحادی بود که بین سوهو و خاکستری شکل گرفت. توی همین حین دوباره پنجره وضعیت برای سوهو ظاهر میشه. یک هشدار. این مأموریتی که واسش ظاهر شده اینه که 100 تا گابلین، 10 تا گابلین فرمانده و یک گابلین فرمانروای اصلی را بکش. سوهو همینجوری که داشته با خاکستری و به رو قدم میزده با خودش میگه توی این منطقه به این بزرگی چجوری من 100 تا گابلین رو پیدا کنم؟ یادش میفته که فهرست اموالش رو باز کنه که یهو یک شیپور پیدا میکنه. این بچه همون شیپوری بود که دیدبانای گابلین باهاش به هم دیگه خبر میدادن. سوهو از شیپور برای فراخوندن گابلینای اطراف استفاده میکنه. گابلینا سر و کلشون پیدا میشه. سوهو میگه درست همونطور که فکرشو میکرده. سوهو انرژی میاره تو مشتاش و شروع میکنه به حمله کردن به سمت گابلینا. یه زد و خورد جانانه. بزن. سوهو میگه دیگه شکست دادن گابلینا حال نمیده و همینجور مرتب به شیپور زدن تو مناطق مختلف ادامه میده و گابلینا را جمع میکنه و یکی یکی از بین میبره. یه لشکر گابلین به سمتش حمله میکنه و سوهو هم از این بابت کیف میکنه. برو میگه چی شده ارباب جوان؟ سوهو میگه این شمارش مأموریت یه جایش میلنگه. همین جوریش هم هدفمو انجام دادم، اما هنوز داره تعداد بالا و بالاتر میره. من باید 100 تا گابلین میکشتم، الان شده 170. سوهو میگه شاید اگه هنوز داره میشماره شاید یه رازی پشتش باشه. بیایید ببینیم تا کجا با هم میتونیم گابلین بکشیم و پیش بریم. شروع میکنم به کشتن. از اون طرف خاکستری مشغوله، از این طرف سوهو. 200 تا و به بالا. تا الان 200 تا گابلین کشتم. وقتی به 200 میرسه هشدار میاد که مأموریت تکمیل شد و شما پاداشتون رو دریافت کردید. سوهو ذوق میکنه و میگه دیدین گفتم این وسط یه چیزی میلنگه. سوهو پاداش خودش رو قبول میکنه. پاداشی که سیستم بهش میده بچه اینه. پاداش اول که بازیابی وضعیت بوده، همه ی انرژی و توانشا بهش برمیگردونه. جعبه نفرین شده باز میشه و کالای شاخ ولکان براش به دست میاد. یهو سوهو تعجب میکنه و میگه این دیگه چیه؟ یه دستکش آهنی؟ کالای شاخ ولکان یه دستکشی که از شاخ شیطان ولکان ساخته شده. به دلیل اینکه قدرت ولکان درونش نهفته شده، به دشمن آسیب خیلی بیشتری میتونه وارد کنه. بچه‌ها خدایش عجب چیز خفنی به دست آورد. سوهو دستکشا رو دستش میکنه و با خودش میگه نمیتونم هر بار سربازای سایه‌مو به سلاح تبدیل کنم، پس این واقعا به کارم میاد، یه چیز فوق‌العاده. سوهو با خودش میگه حالا وقتشه که سلاحمو با شکست دادن شیاطین ارتقا بدم. خاکستری و برو هر دوتاشون صداشون در میاد و میگن بابا بسه دیگه، خسته شدیم. سوهو میگه شرمنده، بیاین بریم یکم استراحت کنیم، برای امروز دیگه کافیه. و از سیاهچاله خارج میشه.
در حین خارج شدن از سیاهچاله، سوهو به برو میگه اسم انجمنی که به انجمن کفتار ربط داشت فرشتگان مرگ بود دیگه، درسته؟ برو میگه درسته. تو همین گیر و دار یه استاد نقاشی سوهو واسش یه تکس میفرسته که سوهو لطفاً کمکم. سوهو هم سری خودشا به لوکیشنی که استاد واسش فرستاده بود میرسونه. میدون ایستگاه سئول، منطقه خطر. استاد داد میزنه سوهو اینجا من اینجا. ممنونم که اومدی. شکارچی‌ها یهو از راه میرسن و میگن چی؟ چرا تیم باربری اینقدر کوچیکه؟ استاد میگه متاسفم، باربرهایی که قرار بود امروز بیان به کل ناپدید شدن. فرمانده شکارچی‌ها میگه الان این چه حرف بی‌مسئولانه‌ایه که داری میزنی؟ اونم بعد از امضا کردن قرارداد. هیچ میدونی چقدر به فرشتگان مرگ پول دادیم؟ اگه عقب بیفتیم اینا به اتحادیه گزارش میدم و دیگه مطمئن میشم که نتونی توی هیچ سیاهچاله‌ای کار کنی. استاد میگه بله تمام تلاشمو میکنم، لطفاً بهمون اعتماد کنید. سو و استادم لباسشونو میپوشن و پشت سر شکارچی‌ها وارد سیاهچال میشن. چقدر جالب. استاد به صورت اتفاقی با سو تماس میگیره و جالبتر این که این شپ سیاهچاله متعلق به انجمن فرشتگان مرگه. اگه همه اینا اتفاقی نباشن چی؟ یا میبینن هیولاها دارن حمله میکنن. رهبر گروه فریاد میزنه همگی آماده مبارزه باشی. بعدم میگه گروه باربری چون 2 نفر بیشتر نیستید نزدیکمون بمونید و زود کارتون رو انجام بدید. همونجور که شکارچی‌ها مشغول مبارزه بودن، سوهو هم اسم رمز خودشا میگه برخیز و سایه های خودشا احضار میکنه. چون وضعیت هوشم رفته بالا، تعداد سربازهای سایه که میتونم بهشون فرمان بدم به 7 رسیده. رهبر شکارچی هم که انگار مبارزشون تموم شده میگه انگار کارمون اینجا تمومه، بیاین یک کم استراحت کنیم. که یهو متوجه میشن این دیگه چه کوفتیه. به همین زودی کار باربریشون تموم شد. پشت سرشونه که نگاه میکنن میبینن تیم باربری همه چیزا جمع و جور کرده. رهبر گروه شکارچی‌ها که حسابی کف میکنه میاد جلو و میگه این احضار کار توه؟ سو میگه بله، چطور؟ کیف میکنه، میاد دستای سو تو دستای خودش میگیره و میگه وای خدای من، ازت خواهش میکنم باربر اختصاصی گروه حمله ما بشو. سو هم میگه من برنامه‌ای ندارم به کار باربری ادامه بدم. رئیس داد میزنه بهت بیشترین حقوق ممکنه میدن. تو همین حین که داشته رئیس گروه با سو صحبت میکرده بقیه اعضا میان جلو و داد میزنن رئیس یه مشکل بزرگ داریم. رئیس بیا جسد یه شهروند رو پیدا کردیم. چی؟ جسد یه شهروند؟ سری خودشونو به اونجا میرسونن و بالا سر جسد میگن واقعا انگار یه جسده. با توجه به لباساش و لوازمی که همراهشه انگار واقعا یه آدم معمولی بوده. رهبر گروه میگه تا حالا نشنیدم توی ایستگاه سئول هیولاهایی باشن که میتونن از آتیش استفاده کنن. دلیل این حرف اینه که همونجور میبینین این جسد کاملا سوخته بود. استاد به سو میگه سو ممکنه این جسد؟ سو میگه آره منم همین فکر میکنم، احتمالاً یه مهزده باشه. رهبر شکارچی‌ها میگه منظورت از مهزده همون هیولاهای جدیدن که با شعله‌های آبی میسوزن؟ سو میگه آره مطمئنم، ما موقعی که توی دانشگاه کره این حادثه مهزده اتفاق افتاد اونجا بودیم. مطمئنم یه مهزده است. یا بقیه اعضای گروه فریاد میزنن رئیس یکی دیگه هم اینجاست. دوباره یکی دیگه هم فریاد میزنه یکی دیگه هم اینجاست. یکی از اعضا میگه کاپیتان نظرت چیه شکار رو متوقف کنیم و موضوع به انجمن شکارچی گزارش بدیم؟ رهبر گروه به فکر میره و میگه این اتفاق عجیبیه، با توجه به اینکه گروهمون سطح دی و سیه فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. نه بیاین ادامه بدیم. که هم تیمیا میگن آره همینه قربان کاپیتان، همینا منتظر بودیم که بگی. ایول. حس میکنم قراره اتفاق خطرناکی بیفته. افراد ناشناس با هم دارن صحبت میکنن. پروسه جمع کردن سوخت بیشتر تا کجا پیش رفت؟ یه مشکل توی قسمت منابعمون پیش اومده، برای همین سوخت جمع کردن یه مقدار سخت شده. انگار باید از اون انسان بخوایم یه راه جدیدی برای تامین سوختمون پیدا کنیم. جایگزین سریع. عمرن اگه باور کنم انجمن کفتار برای تامین سوخت به مشکل خورده باشه. با این وضعیت
تولید غبار ستاره ما از کارخونه های دیگه کمتر میشه. بالا حضور حس شد، شکارچیا دارن میان. عالی شد، درست موقعی که به سوخت احتیاج داری. شماره 3 میدونی که اونا رو باید زنده بگیری دیگه، درسته؟ البته. شکارچی‌ها اینجا مشغول صحبت بودن و با خودشون میگفتن انگار امروز قراره حسابی پول به جیب بزنیم. چقدر کار خوبی کردیم که به شکارمون ادامه دادیم. رهبر گروه دست میکنه داخل جیبش و میگه اینا برای روز مبادا نگه داشته بودن، ولی چون امروز بار برای خوبی گیرمون اومده ازش استفاده میکنه. و غبار ستاره در میاره و میگه به این میگن غبار ستاره. فقط یه هفته دووم میاره، ولی میگن اونقدر قوی هست که درجه یه شکارچی سطح پایینا به سطح بالا بیاره. همون جوری که میخواسته غبار ستاره را داخل دهنش بکنه و بخوره، یهو ایوا یه شمشیر از داخل بدن رهبر شکارچی‌ها عبور. بقیه شکارچی‌ها همه مضطرب میشن و داد میزنن هی رئیس، یه هیولای جادویی. هیولا میگه تیغ کنده هنوز نمرده. اون هیولا الان حرف زد. شماره 3 شروع به شمارش میکنه. 1 2 3 10. جمعاً 10 نفری که یهو غبار ستاره داخل دستش میگیره. شکارچی‌ها داد میزنن چی؟ غبار ستاره؟ هیولا میگه درسته و یهو غبار ستاره را قورت میده. شکارچی‌ها فریاد میزنن باید قبل از اینکه اثر کنه بکشیمش، حمله کنید. اما رفقا وقتی که حمله میکنن توسط تیغه به قول خودش کل هیولا همشون نفله میشن. هیولا میگه خیلی خوب، دیگه سوختمون فعلا تأمین شد. سو و استاد که عقب‌تر مشغول جمع آوری بودن، یهو یه پیغام واسش میاد. شما یک مأموریت دارید. مأموریت نجات بازماندگان. یک شیطان تعدادی افراد را در این نزدیکی گیر انداخته است. هر تعداد که میتوانید نجاتشان بدهید. سو داد میزنه هیونگ همون استاده، ممکنه یه اتفاقی برای تیم حمله افتاده باشه. زود باش و سیاه‌چاله را ترک کن. هیونگ میگه چی؟ از کجا میدونی؟ سو میگه یه حدسه. گابلینان هم تا بیرون هم رایت میکنه که یه حسوهو گره یا فرا میخونه و اونا با خودش ادغام میکنه. بعدش هم دستکشای جدید خودش هم میپوشه. خداییش خیلی خفن شد. باید سریع حرکت کنه. به سرعت به مسیر خودشون ادامه میده. شماره 3 جنازه ها رو با خودش میکشوند و میآورد و میگه سوختا تأمین شد. یکی دیگه شون میگه سریع اومدی، همونطور که از جوان ترینمون انتظار میره. به زودی دروازه باز میشه و یه شیطان احضار میشه. به هر حال خوشحالم که سوخت تأمین شد. غبار ستاره باید این بار به راحتی پیش بره. یکی از شیاطین غبار ستاره را بالا میاره و میگه سمی که به عنوان اسرار شیطان از یکی به دیگری منتقل شده. یه محرک که بر اساس سم خونالو ساخته شده. غبار ستاره. در اصل سم خونالو در ازای خالی کردن نیروی حیاتی کاربر قدرت مانا را تقویت میکنه. تموم اینا به لطف فرستاده‌ایه که راه تولیدش را بهمون یاد داده. بچه‌ها این هیولاها آدما را میگرفتن و روح زندگیشون را استخراج میکردن که این باعث میشد این آتش جهنمی آبی روی اون جسدا ایجاد بشه و یه جورایی همون مه گرفته میشد و با روح آدما این غبارهای ستاره را تولید میکردن و اون آدما هم یه جورایی تبدیل به زامبی میشدن. دوباره یکی از شیاطین میگه یک حضور رو دارم حس میکنم. یکی داره به سرعت به سمت ما میاد. شیطان شماره 3 به سرعت به سمت سوهو حرکت میکنه که یهو سوهو با یه ضربه در اونجا را میشکنه و داخل میشه و میگه پس اینجاییم. تو همین یهو شیطان با شمشیر خودش به سمت سوهو یه ضربه برق‌آسا را میاره. اما سوهو به لطف تبدیل شدن و حواس گرگینه‌ای که به دست آورده زودتر متوجه میشه و ضربه را جا خالی میده و بعدم به شیطان میگه
اون شکارچیای مرده‌ای که توی راه بودن کار تو بود؟ بقیه شیطانا که مات و مبهوت قدرت سوهو بودن با خودشون میگن از حمله جوانترینمون جا خالی داد؟ به نظر میرسه باید بهش کمک کنیم برادر. همینجوری که داشته جوانترین شیطان با سوهو مبارزه میکرده، یا بقیه شیطانا میان جلو و میگن بکش کنار جوون. بقیه شیطانا هم بهش ملحق میشن. یه مبارزه حسابی بین سوهو و شیطانا شکل گرفته. یه زده خورده جانانه. سوهو هم تو همین حین احضار میکنه سایه های خودشو. یکی از شیطانا میگه برادر اون درست داره مثل قدرت فرمان روای سایه ها، اما خب در مقایسه با فرمان روای سایه ها واقعا خیلی ضعیف تره. جینبو افسانه‌ای، پدر سوهو، افسانه سولو لولینگ. سوهو میگه تک تکشون از بروکی ضعیف تره، اما جنگیدن با همشون یه جا قرار نیست آسون باشه. حتی اگه به زنده کردن گابلینا ادامه بدن فقط مانامو هدر میدن. تو همین حین سوهو یاد خاطره خودش با برو میفته که بالای سر جسد بروکی بودن و از اون خواسته بود که خاطرات بروکی ها استخراج کنه. برو به سوهو میگه سربازای سایه بعد از مرگشون با گذر زمان ضعیف میشن. چه دلیلی وجود داره که دارین از بروکی محافظت میکنین؟ سوهو میگه فقط بعد از دیدن لحظات آخر بروکی فکر کردم که شاید اون ناخواسته و به اجبار داشته مبارزه میکرده و این کار رو انجام میداده. خواستم بدونم که میتونم از قدرت سایه استفاده کنم تا بذارم جنگجوی آزادم باشه یا نه. بچه‌ها این خاطره برمیگرده به نحوه استخراج کردن سایه بروکی. مانهوا اینجا داره بهمون میگه که سوهو یه سایه اصلی هم داره و اون چیزی نیست جز بروکی. سوهو تونسته سایه بروکی رو استخراج کنه و یهو اونجا توی مبارزه خودش با شیطانا بروکی ها احضار میکنه و وسط میدون میاره. شیطانا تا بروکی ها میبینن مخاشون هنگ میکنه و میگن بروکی کفدار به هم نگو که اون کسیه که بروکی ها شکست داده. اعضای تیم سوهو، من، گری و بروکی هممون هستیم. کل اعضا همینه. برو که رفت و هر سه شروع به حمله به شیاطین میکنه. یه مبارزه جانانی، یه چیز عالی. بچه ها به نظرتون سوهو میتونه تمام شیاطین رو شکست بده؟ آیا بروکی همونقدر که با سوهو میجنگید الانم قویه؟ خب این بود قسمت های 15، 16 و 17 سولو لولینگ رگناروک. امیدوارم کیف کرده باشید. ساب کنین که همه گم نکنین تا قسمت های بعد لول اپ کنین.